چرا نگفتم؟ ولی چرا شما حزب اللهی های 5% با زور به سرنیزه میخواین حجاب و 2 مرتبه بساط شپن بکنین واسه قدرت، واسه قدرت. وقتی در مصاحبه مهمان حرفی میزند که به نوعی میتواند شامل حال مجری هم بشود و مجری بدون حرف زدن با حرکت بدن، تغییر نگاه یا لبخند نشان میدهد که حرف را شخصی گرفته. به این حالت میگویند واکنش خود اجرایی یا همزاد پنداری غیر کلامی. یعنی مجری خود آگاه دارد با زبان بدنش میگوید این حرف درباره من هم هست. در تحلیل ارتباطات، این لحظه یکی از نشانه‌های بازتاب شخصی یا سلف ریوینتریل کیو است و نشان می‌دهد که مجری نه فقط شنونده حرفه‌ای بلکه انسانی درگیر در گفتگو است، کسی که برای لحظه‌ای مرز بین نقش کاری و تجربه شخصی خودش را کنار می‌گذارد.